شماره 10 بازی دیزگان. یه دنیای آخر زمانی پر از زامبی وحشتناکه. تو نقش دیکن سنت بازی میکنی، یه موتور سوار که دنبال همسر گم شدهش میگرده. چیزایی که بازی رو خاص میکنه جلای عظیم زامبیه. گاهی صدها زامبی همزمان دنبالت میکنن و فرار کردن ازشون خودش یه پا چالشه. موتور هم بخش مهمی از بازیه و مدام باید بنزین، تعمیرات و ارتقاش رو مدیریت کنی. اینجا بنزین از طلا با ارزش‌تره. 5 دقیقه حواست نباشه وسط 1000 تا زامبی گونت پاره است. موتورت خاموش میشه. من خودم این بازی رو تجربه کردم. اونقدر بازی جذاب و به قول معروف underratedی است. به شما پیشنهاد میدم که برید تو دل بازی و دهن همه رو من خودم یه زامبی هم نداشتم تو بازی بمونه. ببینم تو هم میتونی این کار کنی رفیق. اگه تونستی حتما نظرتو این زیر برامون بنویس. بریم سراغ بازی بعدی. شماره 9 GTA V. یکی از پرفروش‌ترین بازی‌های تاریخه که 3 تا شخصیت اصلی داره. میتونی هر لحظه بینشون جابجا بشی. مأموریت‌های مختلف انجام بدی. دنیای بازی فوق‌العاده زنده است. از رانندگی بگیر، سرقت بانک، پرواز با جت، تقریبا هر کاری میشه توش انجام داد. مردم اون شهرش اینقدر صبورن که هر روز که ماشینشو منفجر میکنی فرداش دوباره پا میشن میرن سر کارش. من خودم بازیشو دوست ندارم، یعنی تا حالا اصلا نصبشم نکردم. یه چند بار دیدم بچه ها بازی میکنن، به نظرم یکم حوصله سربر میومد. خب اگه میخوای بازی ماشینی انجام بدی برو یه بازی ماشینی نصب کن. ولی خب کمپانی سازندش راکستاره و نمیشه بهشون ایرادی گرفت. هرچند که جی تی ای 6 فکر کنم 2 ماه دیگه قرار عرضه بشه و خیلی من دوست دارم بازی کنم. خب شماره 8 ادامه داستان آرتیوم که این بار متروهای مسکو رو ترک میکنه. قطار در سراسر روسیه سفر میکنه. هر منطقه آب و هوایی خاص دشمنای متفاوت داستان خودش رو داره. بازی ترکیبی از تیراندازی، مخفیکاری، بقا و مدیریت مهمات است. تصمیم بازیکنان روی پایان داستان تاثیر میگذارد و فضای تاریک و موسیقی بازی حس تنهایی را به بهترین شکل ممکن منتقل میکند. اینجا هر گلوله طلا با ارزش داره. الکی شلیک کنی آخر مجبوری با دشمن دست به یقه بشی، یعنی با مش بزنیش دیگه. خودم این بازی رو 2 بار تمام کردم. واقعا پیشنهاد میدم. دقیقاً یه شوتر سبک بقای حرفه‌ای، گرافیک فوق‌العاده عالی داره و خیلی هم بازی دوست داشتنیه. مثلا داستانش که واقعا به دل خودم خیلی نشست. حتما پیشنهاد میدم تجربه کنید. شماره 7 میمون سیاه افسانه‌ای بر اساس افسانه معروف سفر به غرب ساخته شده و شما در نقش میمون افسانه‌ای وارد نبرد با هیولاها و خدایان میشوید. مبارزات سریع، بازفایت‌های سینمایی، قابلیت تبدیل شدن به موجودات مختلف و استفاده از جادو بازی رو بسیار متنوع کرده. موتور گرافیکی بازی هم با آنریل 5 ساخته شده که واقعا گرافیک خفنی داره، یعنی حتی حرکت برگای داخل بازی هم جذابه. واقعا خیلی بازی نسل جدید و خوبیه که چینی‌ها ساختن. هر وقتم باز زدید باید یه سلام کنید به فیز دوم. واقعا نمیفهم چرا باید باز فیز دوم داشته باشه. خب همون اول خونش رو میتونی زیاد کنی دیگه. خودم که تمامش کردم. اونقدر سخت نیست بگی مثلا اندازه بازی دیگه است، ولی خب سختی خودش به نوعی جذابه است. پری دادن. و شماره 6 ویچر 3. ویچر 3 سومین نسخه از بازی ویچر هستش که نسخه 4مش هم قراره به زودی عرضه بشه. ویچر 3 داستان بازی گرالت، یه شکارچی هیولا که دنبال دختر خوانده‌اش سیری میگرده. جهان بازی پر از شهرهای بزرگه، جنگل، هیولا توش پره، مأموریت‌هایی که هر کدوم داستان مخصوص خودشون رو دارن. انتخاب بازیکن روی شخصیت‌ها و پایان بازی اثر میگذاره، یعنی اگر انتخاب بد کنید دیگه داستان بازی به گاه دادی دیگه. و DLC هاش اندازه یه بازی کامل محتوا داره. بعد شما یه مأموریت میگیرید از یه پیرزن، میگه مثلا برو قابل همون پیدا کن. آخر سرکارت با یه دونه هیولا طرف نمیدونم. کلا بازی ویچر همینه دیگه. تازه یادت میاد اومدی دنبال چی.
هم که کاملا بازی پیشنهاد میدم، حتما این بازی رو نصب کنید تا حالا بازی نکردید. شماره 5 بازی سایبرپانک در شهر آینده نگر نایت سیتی جریان دارد. شما در نقش وی بازی میکنید، کوست بای وی، و با کاشت ایمپلنت های سایبری میتونید از قدرت های جدید بهره مند شوید. بعد از انتشار اولیه بازی از مشکلات زیادی، یعنی اینقدر باگ داشتن حال آدم به هم میخورد، ولی بعدش با آپدیت های خوب و خفن حتی یه دونه DLC فوق العاده هم منتشر کرد که واقعا پر محتوا بود. آزادی در ساخت شخصیتاش واقعا خوبه، یعنی انتخاب در سبک مبارزه و یعنی بازی شوتینگ و فلان همش واقعا حرف نداره. من خودم هنوز بازیشو دارم، ولی نظر به شخصی خودم اینه که خیلی حوصله سر بره، یعنی واقعا حوصله من سر میره. حالا ولی خب هرچند که این بازی خیلی بازی بزرگ و خوبیه به نظر من که هست واقعا. خب شما هم اگه دوست دارید حتما این بازی رو تجربه بکنید. شماره 4 بازی الدرلینگ فرام سافل، یا از همون یه جای نرم، واقعا نمیدونم این چه اسم شرکتیه. سازنده کل بازی دارک. بازی دنیای بسیار بزرگ و پر از راز داره که تقریبا هر نقطه از آن ارزش مثلا بری بگردی اینا داره. 10 ها باس اختیاری، صدها سلاح، جادو و زرو مختلف باعث میشه هر بازیکن تجربه متفاوت داشته باشد. سختی های بالا و آزادی عمل مهمترین ویژگی های این شاهکار هستند. نظر خودم راجع به بازی، اینه که بازی سختی عادلانه داره، یعنی سختی هست که شما با تلاش کردن کم کم میتونی بزنی باسو، یعنی باسو رد کنی و همینش خیلی باعثه اینه که این یه بازی سطح 1 جهانی باشه و امیدوارم شما این بازی رو. شماره 3 بازی ردد 2. بازی ردد 2 داستان آرتور مورگانه که با گروه خودش، حالا گنگ، بچهای گنگستر. دنیای بازی فوق العاده زنده است. رفتار حیوانات خیلی طبیعیه، NPC ها واکنش های متفاوت نشون میدن و تقریبا همه چیز با جزئیات ساخته شده است. داستان احساسی، خیلی داستان احساسی داره، شخصیت پردازی فوق العاده داره، یعنی هر شخصیت واقعا کامله و پایان فراموش نشدنی. بسیار این بازی رو بهترین بازی جهانباز تاریخ بدونن. اینقدر واقعی که اسب از بعضی شخصیت‌های بازی دیگه شخصیت پردازی بهتری داره، یعنی میزنیش ناراحت میشه لعنتی. حالا یه سری جزئیات دیگه هم داره که حالا من دیروز ندارم بگم، دیگه خودتون فکر کنم اطلاع دارید. دیگه بازی ردد حتما تجربه کنید که این شاهکار رو از دست ندید. بازی واقعا شاهکاره به نظر من، 10 از 10. شماره 2 بازی کینگدم، حالا اسمش خیلی سخته، کینگدم 2 ادامه داستان بازی قبلیه و دوباره شما میرید همون اروپای قرون وسطا از اینجور داستانا. برخلاف بیشتر بازی‌های نقش‌آفرینی خبری از جادو و موجودات افسانه‌ای و اینجور داستانا نیست و همه چیز بر اساس تاریخ ساخته شده. مبارزات واقع گرایانه، یعنی خیلی واقعی، اینقدر واقعی که وارد طبیعت شدن. سیستم پیشرفته شخصیت، تصمیم‌های مهم داستانی و شهرهای بزرگ پرجزئیات از ویژگی‌های اصلی بازی. واقعا اینجا اگه بدون تمرین بری بجنگی 10 ثانیه بعد یه جور میزنن که دیگه نتونی پاشی. خلاصه رفیق تمرین بکن دیگه، نری همینجوری بری یه دونه شخصیت بسازی و بری یه نفر رو پیدا کنی دو تا شکل عیت بزنی. اونی سرباز 100 ساله است، یعنی 100 ساله به نظر من داره تمرین میکنه. همین که یه دونه مش بهش بزنی 10 تا شکل عقد این ام کارای دوره امروزه میزنه واقعا. که بریم سراغ با شماره 1. بالاخره رسیدیم به بازی شماره 1 و چیزی نیست جز صحرای خونین. بله، این بازی جهانباز اکشن نقش آفرینی که در سرزمین‌های فانتزی جریان داره. شما در نقش کلیف، فرمانده گروهی از مزدوران، باید با دشمنان مختلف، هیولاهای غول‌پیکر و ارتش‌های بزرگ روبرو شوید. بازی به خاطر گرافیک نسل جدید، سیستم مبارزات عمیق، امکان بالا رفتن از صخره‌ها، پرواز، شنا، نبردهای عظیم و دنیای بسیار پرجزئیات شناخته می‌شود. یکی از نقاط قوت بازی باس فایت‌های سینمایی، عمل بالای بازیکن در گشت و گذار است. گرافیکش اینقدر سنگینی که قبل از شروع باس فایت فن گرافیک خودش وارد مبارزه میشه. یعنی من نمیفهمم این چه کاری آخه.
ولی خب بازی واقعا 10 به خاطر همین گذاشتم چون شماره 1، چون خب هرچی بازی بود یه ذره قدیمی بود، ما یه جدیدتر که حداقل یه فرصتی بدیم که شما هم اگه تونستید برید یه بازی بکنید. و اینکه ممنون از اینکه تا آخر ویدیو همراه ما بودید، خیلی دوست داشتنی رفیق، دمتم گرم. اگه دوست داشتی چنل رو حتما سابقمون کن. در این سبک ویدیو ما کلا خب خیلی سعی میکنم بذارم که یه حالت فان هم داشته باشه و خیلی ممنون.